کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که هوس ماشین سواری نابالغان یک عائله را از دهه میرزاچول جماعت چاریکاران نویه رودکی در ماتم افکند. بنا به اطلاع کمیته صبح 30 مای سال 2023 تخمینا ساعت 08:20 دقیقه در نویه رودکی یک صدمه نقلیاتی مرگبار رخ داده است. ماشین سبکرو تمغه مرسدس بنز که با یک ساکن 27 ساله دهه میرزاچول جماعت دهات چاریکاران تعلق داشت از جانب یک خواننده صنف نو اداره میشد که به کانتینر کانال رو برخورده است. در این حادثه مدهش راننده بر اثر جراحت سخت برداشتش در جای حادثه فوت است و دو مسافر خردسال که پسران صاحب ماشین بودند در کانال ایثار افتاده غرق شدند. دسته مخصوص زودعمل ریاست خدمات تعیینات مخصوص گردانیده شده کوفتکوف و نجات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده به جای حادثه سفربر گردیده ساعت 09:30 دقیقه جسد راننده نابالغ را از داخل ماشین برآورده به مقامات دخل دار سپردند. کمیته میگوید سبب صدمه نقلیاتی معلوم نیست، ولی شاهدان گفتند که راننده نابالغ از روده دوره ماشین نبرآمد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در پی این حادثه فاجعه‌ای از والدان خواسته است که نباید اداره ماشین را به فرزندان نابالغ خود باور کنند. عاقبت چنین سهلنگاری فاجعه است که حالا درباره‌اش خواندید، تاکید کرده است کمیته. تفصیلات دیگر این فاجعه معلوم نیست. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها پرخطر به شمار می‌روند. تنها در ماه سال جاری بنا به حساب‌ها بر اثر صدمه‌ها در راه‌های جمهوری تا 40 نفر به هلاکت رسیدند.